امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان سنجش مهارت و دانش اشتراکیان دوری چهارم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از روی 4 نامیناسیا ادامه یافت. شاه جایزه آزمون 50,000 سومانی نصیب داوطلب می‌گردد که بیش از 70% آثار نظمی و نثری را مطالعه و از یاد نموده است. معلومات بیشتری موضوع در گزارش ظاهرشاه تقوی‌مراد. در روز دوم دوره چهارم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی که امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان ادامه یافت، اشتراکداران از روی نامیناسی‌های از یاد کردن و خواندن آثار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک، حفظ نمودن و خواندن اشعار بچگانه، افسانه و روایت‌های خلق تاجیک و از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان، هنر و مهارت خود را به اعضای حکمان نشان دادند. گلچین دورانم گذشت، گلریزی بوستانم گذشت، تیغی که رستم زد با او از جوشن جانم گذشت. از روی نامیناسیای ادبیات معاصر برآمد کردم، استعداد خود را نشان دادم و دیگر کودکان نیز میگویم با کتاب و کتابخانه مشغول شوند و در این آزمون‌ها اشتراک ورزند. آزمون مذکور قریب 1 سال ادامه یافته. در این مدت دوستداران کتاب امکان پیدا کردند که در دور یکم، دوم و سوم آزمون اشتراک کرده استعداد خود را سنجند. 127 نفر غالب از تمام منطقه های مملکت توانستند به دور چهارم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی راه یابند. آزمون فروغ صبح دانایی توانست که همین نسل جوان به کتاب و کتابخانه جلب نماید. آزمون توانسته است که انمو تاثیر خود را به مفکوره جوانان، به مفکوره نورسان رساند. روی خط آثاری که پیشنهاد شده است و شوق و شوری که اشتراکچیان امروزه ما دارند و در نامیناسی‌ها، در همین 4 نامیناسیا که ما شاهدی به واسطه هستیم و در آن اشتراک داریم، می‌بینیم که همین اشتراک جوانان، اشتراک نورسان واقعاً با یک شوق و با یک انگیزه تازه است که آنها می‌خواهند که در همین آزمون شرکت کنند و جایهای نمایان را گیرند. در این آزمون کمک هیجان داشتم، اما آن را پنهان داشتم و کوشش کردم که این هیجان را به از کمان نشان ندهم و به سوالها پورا جواب دهم. مورد به تاکید است که آزمون مذکور با اقدام به واسطه پیشوای ملت محترم امامای رحمان جهت سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر می‌گردد. دور اول آزمون در مرکز دهات و شهرک، دور دوم در سطح ناحیه و شهر، دور سوم در مرکز ولایت‌ها و شهر دوشنبه در سطح بلند برگزار گردید. من از این آزمون خلاصه برآوردم که باید همیشه کتابخانه در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی در نامیناسیای از یاد کردن و خواندن اشعار ادبیات بچگانه اشتراک کردم و غالب آزمون شهری و ناحیوی این آزمون نیز هستم. زیاده از 150 کتاب مطالعه کردم و جمع کتاب‌ها و افسانه‌های من هم زیاده از 300 تا می‌شد. مناداری خودم را به پیشوای معظم ملت می‌رسانم که چنین چاره‌بینی‌ها را پیش‌بینی کرده است و ما جوانان را به سوی کتابخانه می‌آوریم. از این آزمون یک الهام به خود گرفتم که در آزمون‌های دیگر اشتراک کرده جایهای نمایان را به خود بگیرم. هدف اساسی آزمون فروغ صبح دانایی بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بازگرداندن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی بین قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات، اینچنین ماگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکترانت‌ها و شهروندان مملکت می باشد. ظاهرشاه تقوی‌مراد بهادر استم، دوشنبه، اخبار.